همه چی از روزی شروع شد که فهمیدم ویراستار داستانم آرمانه. همون آرمانی که تو دانشگاه عاشقش بودم و به خاطر یه سوء تفاهم مسخره از هم جدا شدیم. حالا بعد از این همه سال باید باهاش کار کنم. باورتون میشه؟ انگار سرنوشت میخواست دوباره بازی خودش رو با من شروع کنه. نفس عمیقی کشیدم و رفتم تو اتاق جلسه. آرمان اونجا بود، درست مثل همون موقع‌ها، فقط یکم پخته‌تر و جدی‌تر. سلام کردم و نشستیم روبروی هم. همه چی رسمی بود، ولی نگاه‌ها چیز دیگه‌ای میگفتن. حس می‌کردم گذشته دوباره زنده شده. سلام، من لیلام، نویسنده‌ای که تو زندگیش پر از پیچ و خم‌های عجیب و غریبه. چند وقت پیش یه پیشنهاد از یه مجله معتبر گرفتم. اونا میخواستن یه داستان عاشقانه برای ویژه‌نامه‌شون بنویسم، اما یه چیزی تو این پیشنهاد منو مردد میکرد. شاید چون عشق و من چندان رابطه خوبی نداشتیم. آخرین بار که عاشق شدم داستانم به یه تراژدی ختم شد. خب همون روزای اول دانشگاه بود که با آرمان آشنا شدم. آرمان یه نویسنده پرشور و خلاق بود که همیشه یه عالم ایده تو سرش داشت. با همدیگه ساعتها می نشستیم و داستان می نوشتیم. هر کدوم از نوشته هامون مثل یه تیکه از قلبمون بود. اما یه سوء تفاهم مسخره باعث شد که از هم جدا بشیم. حالا بعد از این همه سال دوباره باید باهاش کار کنم. محل کارمون توی ساختمون قدیمی و با ابهت قرار داشت که بوی تاریخ و فرهنگ از در و دیوارش میبارید. وقتی وارد لابی میشدی حس میکردی وارد یه دنیای دیگه شدی. یه دنیایی پر از قصه و ماجرا. دیوارا پر از تابلوهای نقاشی و عکسای قدیمی بود که هر کدوم داستانی برای گفتن داشتن. پله‌های چوبی بلند و پهنی که به طبقات بالا می‌رفتن با صدای خشخش و قژقژ خودشون انگار داشتن به هر مراجعی خوش آمد می‌گفتن. اتاق جلسه تو یکی از طبقات بالا بود. یه اتاق بزرگ و روشن با پنجره‌های بزرگ که نور خورشید رو به داخل می‌ریخت و اتاق رو گرم و دلپذیر می‌کرد. دیوارای اتاق با قفسه‌های پر از کتاب و مجلات تزیین شده بودن. روی میز جلسه یه گلدون پر از گل‌های تازه بود که بوی خوششون همه جا رو پر کرده بود. وقتی وارد اتاق می‌شدی بلافاصله توجهت به تخت سفید بزرگی که روی دیوار نصب شده بود جلب می‌شد. روی تخته یادداشت‌ها و ایده‌های مختلفی نوشته شده بود که نشون میداد چقدر این اتاق جای خلق ایده ها و داستانای جدید بوده. صندلی‌ها راحت و نرم بودن، جوری که هر کی می نشست حس می کرد می تونه ساعتها تو این اتاق بمونه و کار کنه. پنجره های بزرگ اتاق رو به یه باغچه کوچیک باز می شد که توش یه عالم درخت و گلای رنگارنگ بود. صدای پرنده ها و وزش نسیم ملایم از بیرون یه حس آرامش خاصی به اتاق میداد. وقتی آرمان و من تو این اتاق می نشستیم و روی داستانمون کار می کردیم حس می کردم که همه چیز دوباره درست میشه و میتونیم گذشته رو پشت سر بذاریم. دوستای عزیزم، اگه از این داستان تا اینجا خوشتون اومده و میخواین ادامه جذابش رو بشنوید حتما لایک کنید تا بدونم که داستان مورد توجهتون قرار گرفته. لایک های شما انگیزه منه برای ادامه کار. وقتی دوباره آرمان رو دیدم حس کردم زمان متوقف شده. انگار همه چیز دور و برم تار شد و فقط اون بود که به وضوح می دیدم. قلبم شروع کرد به تون زدن، مثل وقتی که برای اولین بار عاشقش شدم. دستام کمی می لرزید و عرق کرده بود. انگار که اولین بار بود که وارد یه امتحان مهم می شدم. نفس عمیقی کشیدم و تلاش کردم که آروم باشم. آرمانم مثل همیشه آروم و مطمئن به نظر می رسید. اما نگاهش نشون میداد که اونم تحت تاثیر این دیدار قرار گرفته.
وقتی باهاش دست دادم حس کردم یه جریان برق خفیف از بدنم گذشت. این حسها منو برد به گذشته، به روزایی که با هم تو کتابخونه دانشگاه می نشستیم و ساعتها درباره کتابا و رویاهای مشترکمون حرف می زدیم. هر بار که آرمان به من نگاه می کرد چشمامو می بستم تا بتونم این همه احساسات رو کنترل کنم. صدای قلبم توی گوشم می پیچید و انگار هیچ صدای دیگه‌ای رو نمی شنیدم. وقتی شروع کردیم به حرف زدن درباره پروژه تمام تلاشم رو کردم که حرفه‌ای باشم، ولی ذهنم پر از خاطرات گذشته بود. هر جمله‌ای که میگفت یه حس نوستالژی رو زنده می‌کرد. یاد روزایی افتادم که با هم داستان می‌نوشتیم و رویاهای بزرگ داشتیم. احساس می‌کردم که همون عشق قدیمی دوباره داره جرقه میزنه و این بار شاید بتونیم اشتباهات گذشته رو جبران کنیم. شروع کردیم به کار روی داستان و هر جلسه با آرمان مثل یه سفر تو زمان بود. هر خطی که اصلاح میکرد، هر جمله‌ای که میگفت منو برمیگردون به گذشته. یاد روزهایی افتادم که با هم داستان مینوشتیم و رویاهای مشترک میساختیم. یه شب وقتی همه رفته بودن آرمان موند تا روی متن کار کنه. منم موندم. اونجا بود که بحثمون به گذشته کشید. آرمان گفت لیلا، میدونی چرا اون موقع ازت جدا شدم؟ قلبم تون تون میزد. ادامه داد چون فکر میکردم تو با کس دیگه ای هستی. یه نامه دیدم که توش از یکی دیگه حرف زده بودی. تعجب کردم و گفتم کدوم نامه؟ اصلا یادم نمیومد چیو میگه. وقتی بیشتر توضیح داد تازه یادم اومد نامه یکی از دوستام که برای عشقش نوشته شده بود رو برای اینکه کسی ازش خبردار نشه اونو لای کتاب من گذاشته بود. گفتم اون نامه برای من نبود و جریان رو براش تعریف کردم و گفتم تو چطور تونستی اینطوری فکر کنی؟ آرمان سرشو پایین انداخت و گفت نمیدونم، اون موقع بچه بودم، نمیتونستم درست فکر کنم. یاد روزی افتادم که آرمان بدون هیچ توضیحی منو ترک کرد. همون روزی که فکر میکردم همه چیز بین ما خوبه. حالا فهمیدم چقدر از هم دور بودیم و چقدر حرفهای نزده داشتیم. خب دوستان، تا اینجای داستان چطور بود؟ لذت بردی؟ اگر شما هم تا حالا با یه سوء تفاهم رابطتون رو از دست دادین یا تجربه مشابهی داشتین حتما توی کامنت ها برام بنویسین. نظراتتون برای من خیلی ارزشمنده و دوست دارم داستانهای شما رو هم بشنوم. یاد روزای دانشگاه افتادم. روزایی که با هم توی کتابخونه می نشستیم و ساعتها داستان می نوشتیم. اون موقع فکر می کردم که آیندمون روشنه و همه چیز خوب پیش میره. یاد اون روزی افتادم که برای اولین بار آرمان رو توی کتابخونه دانشگاه دیدم. اون روز یکی از روزای پاییز بود. همون وقتا که هوا خنک میشه و برگای درخت‌ها شروع میکنن به رنگ عوض کردن. کتابخونه دانشگاه همیشه یه جایی بود که حس آرامش بهم میداد. بوی کاغذهای قدیمی و صدای ورق زدن کتابا همیشه برام دلپذیر بود. اون روز دنبال یه کتاب خاص میگشتم. کتابی درباره نویسندگی خلاق. رفتم به بخش ادبیات و شروع کردم به گشتن بین قفسه ها. یه گوشه دنج پیدا کردم و شروع کردم به ورق زدن کتابا. صدای خفیف پاهایی که روی فرش کتابخونه قدم میزدن توی گوشم پیچید. سرمو بلند کردم و دیدمش. پسری با موهای مشکی و چشمای تیره که غرق خوندن یک کتاب شده بود. آرمان بود. لبخند زد و گفت سلام، دنبال کتاب خاصی میگردی؟ با لبخند جواب دادم آره، یک کتاب درباره نویسندگی خلاق تو این بخش دنبالشم. آرمان سرشو تکون داد و گفت آره، یک کتاب عالی دارم که میتونه بهت کمک کنه. بعد رفت و کتابی رو از قفسه برداشت و بهم داد. بهم گفت این کتاب خیلی خوبه. خودم هم ازش استفاده کردم. کتابو ازش گرفتم و گفتم مرسی. راستی من لیلام. لبخند زد و گفت آرمانم، خوشبختم. اون لحظه برام یه جادوی خاص داشت. انگار که دنیای کتابا و قصه ها ما رو به هم پیوند داده بود. از اون روز به بعد هر وقت تو کتابخونه میرفتم دنبال آرمان میگشتم. با هم درباره کتابا و داستانامون حرف میزدیم و کم کم تبدیل به دوستای صمیمی شدیم. دوستایی که خیلی زود فهمیدیم قلبامون هم به هم نزدیک شده.
ولی یه روز آرمان بدون هیچ توضیحی منو ترک کرد. حالا این لحظه گره خورده به سالها قبل و تازه فهمیدم که یه نامه باعث این سوء تفاهم شده. آرمان میگه اون موقع خیلی ناپخته بوده و نمیتونسته درست فکر کنه، ولی حالا فهمیده که چقدر اشتباه کرده. بعد از اون شب حس کردم یه باری از دوشم برداشته شده. تصمیم گرفتیم بدون هیچ سوء تفاهمی و با صداقت کامل کار کنیم. هرچی پیش بیاد این بار کنار هم میمونیم. عشق قدیمیمون دوباره جرقه زد و تصمیم گرفتیم که این بار واقعا به هم فرصت بدیم. آرمان گفت باید یاد بگیریم که با هم حرف بزنیم و هیچ چیزی رو پنهون نکنیم. منم قبول کردم و گفتم این بار نباید بذاریم چیزی بینمون پیش بیاد. هرچی که باشه با هم حلش میکنیم. آرمان، میدونی این روزا فکر میکنم که شاید همه چیز دلیل داشت. شاید باید از هم جدا میشدیم تا حالا اینجوری با هم روبرو بشیم. آرمان گفت شاید حق با تو باشه، ولی واقعا سخته که به گذشته فکر نکنم و حسرت نخورم. گفتم میفهمم، ولی چیزی که مهمه اینه که الان اینجاییم و داریم با هم روی این داستان کار میکنیم. شاید این فرصتی باشه برای جبران همیشه. آرمان جواب داد حق با توه، بریم سراغ ادامه داستان. حس میکنم این بار میتونیم یه چیز فوق‌العاده خلق کنیم. حالا داریم یه داستان مشترک مینویسیم. هر کلمه‌ای که روی کاغذ میاد بخشی از داستان زندگیمونه. تلاش میکنیم با هم چیزی خلق کنیم که هم قشنگ باشه و هم واقعی. هر جلسه کار روی داستان بیشتر به هم نزدیک میشیم و یاد میگیریم که چطور دوباره اعتماد کنیم و عشق بورزیم. با نوشتن هر جمله حس میکنم دارم یه بخش از زندگیمو به اشتراک میذارم. زندگی که با آرمان شروع شد و حالا داره دوباره شکوفا میشه. مهم نیست چقدر طول بکشه، مهم اینه که این بار با همیم و میخوایم که این بار این داستان واقعا تموم بشه. به هم قول دادیم که هر چی پیش اومد کنار هم بمونیم و اجازه ندیم اتفاق تازه‌ای بیفته.